دوست عزیزم که جور و صحتمند باشید دیگه. امروز انجمن خود در کنار خود دارم میخوام یک چند حرکت زور دست بزنیم همراه از جونتری دیگه. تا آخر ویدیو یک جای باشین باز کم یاد میگیرید. گفته این داری بگو. سلام برم کلتون دیگه. گفتنی خواستم هم این گرچه خودش استاد از زور ما برزی نمیرسه خب باز هم حرکت های پنجه که خیلی هم میپرسن پنجه البته کم از 5 کیلویی است دیگه. بعد وزنای مثلا 20 کیلویی را به این حالت بهترین حرکت است با پنجه دیگه. از این حرکت بالاتر هم نیست با پنجه. دیگه زیره چند مردم ببینن دیگه نشان خوب میگیره یا نمیگیره پنجه؟ با پنجه باید بگیره. با پنجه فقط پنجه تازه این چیز داره نه؟ این بالبک داره بعد صاف باید بازم خوب است برگردیم. بیا یک دونه دست بگیرم تو نمایشی که مردم ببینم اینه چرا ترک شده خود دوستا زور دست که میگیری حتما باید شما برابر باشه به خاطر که آسیب میبینید. هیچ وقت این هم زور نزنید به خاطر که دست شما آسیب میبینه. همیشه دستی که قلاب میکنید طرف خود کش میکنید. زور دستی که مردم ببینن این نیست زدم میشه دیگه. باز همیشه دست بالا باید بگیری. بالا گرفتی یک دوسته داور شروع میکنه یاد دیدی؟ خب الان ما یک درست میزنیم یک دوست کنم باید راست هم میگیم دوستایی اصلا زور نداره خود کلش چیز است کلش بیک با خاطر همین گفت تو دیگه حال سعی که زدن. برو برو نیستی زور نداره مرا پیش از پیش گفته که باید برو دیگه فعلا به خاطر ویدیو امروز یک ذره عجله داریم بس است همینقدر دیگه. امید که چیز را آموخته باشید. از این بعد دیگه ویدیوهای پیشتر ما رو میبینید بخیر دیگه. یک ویدیو هم تو نمایشی بود فعلا دیگه. خداحافظی میکنی بگو. منتظر ویدیوهای جدید لطفاً باشید. برای خداحافظ.